اولین فضیلت حجاب این که حجاب اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. من فکر میکنم همین فضیلت برای زن مسلمان کافی است. این که اگر حجاب رو رعایت بکنه از خدا اطاعت کرده و اگر حجاب رو رعایت بکنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت کرده. آیا فضیلتی برای کسی که دنبال فضیلت هست بالاتر از رضای خدا هست و رضای رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست؟ اگر خدا و رسول خدا از ما خوشنود باشن چه فضیلتی بالاتر از این هست؟ و کی خدا و رسول خدا از ما راضی میشن؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو واقعا دوست دارید از من پیروی بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند پس خدا و رسول خدا هر دو دستور دادن که زن مسلمان اگر که مؤمن هست، اگر مسلمان هست، اگر دنبال رضای خداست، اگر بنده خداست، اگر جزء پیروان و امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، حجاب و رعایت بکنن. پس بزرگترین و در رأس فضیلت ها این که حجاب اطاعت از خدا و رسول خدا هست. اولین فضیلت حجاب این که حجاب اطاعت از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. من فکر میکنم همین فضیلت برای زن مسلمان کافی است.